با سلام خدمت دوستان عزیز، جلالی هستم. با یک ویدیو جدید همراهتونم. در این ویدیو یک عدد پنل پیونر بر من اومده بود که وسط نصف شده بود. متاسفانه این پنل شکسته بود و ارزش تعمیر یا تعویض نداشت. یکی از روش هایی که میشه این پنل ها رو تعمیر کرد، شما میتونید یک دونه پنل اوراق، یه پنلی که حالا آیسی میکروش آسیب دیده و کاملا سالم و تر تمیزه پیدا کنید و این پنل رو بیاید آیسی میکروش رو عوض کنید. من آیسی میکرویی که مال این پنل بود رو در آوردم انداختم روی این پنل و دیگه نیازی به سیم کشی و احیای این متالیزه ها یا بازهای مسی نیست. الان من آیسی خراب رو در آوردم و آیسی سالم که روی این پنل بود که برد شکسته بود رو انداختم روی این پنل و مشکل برطرف میشه.